سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه میخوایم بریم سراغ دستورات پرش. یعنی میخوایم دستورات پرش شرطی و غیر شرطی رو با هم بررسی بکنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید. تا این جای کار برنامه‌های ما به این صورت بودن که دستورات از یک جای شروع می‌شدن و ما اونا رو از بالا به پایین و به ترتیب اجرا می‌کردیم. یعنی اگه توی x64 DVG در نظر بگیریم، برنامه‌های ما از اینجا مثلا شروع می‌شدن، ما می‌اومدیم این کد رو اجرا می‌کردیم، بعد این و الی آخر. ولی خب توی دنیای واقعی روال اجرای برنامه‌ها به این صورت نیست. یعنی ما در شرایطی نیاز داریم که اجرای برنامه رو از یک جایی به یک جای دیگه ای انتقال بدیم یا یک پرشی رو در دستوراتمون داشته باشیم. از جمله این شرایط میشه به دستورات تصمیم یا حلقه ها اشاره کرد. توی این دستورات ما اجرای برنامه رو بر اساس شرایط به یک جای دیگه ای انتقال میدیم یا اصطلاحاً یک پرشی از یک دستوری به یک دستور دیگه انجام میدیم. برای مثال اگه این کدها رو در نظر بگیرید، برنامه یک ورودی از کاربر رو میگیره و اون رو با عدد 2 بررسی میکنه. تو چنین برنامه‌هایی ما نیاز داریم که بر اساس شرایط اجرای برنامه رو به یک جای خاص مشخصی انتقال بدیم. برای مثال تو همین برنامه ما اگه مقدار ورودی ما از مقدار 2 بزرگتر بود، باید این دستور اجرا بشه. اگه برعکس مقدار ورودی ما کوچکتر از مقدار 2 بود، باید این دستور اجرا بشه و اگه هر دوتا مقدار برابر 2 باشن، باید این دستور اجرا بشه. اگه اینجا عمل پرش رو نداشته باشیم، همه این دستورات دونه بدونه اجرا میشن. بنابراین ما اصلا نمیدونیم که این مقدار ورودی ما بزرگتره، مساوی یا برابر هستش. پس بنابراین ما نیاز به عمل پرش داریم و برای این کار هم نیاز به دستورات پرش داریم. دستورات پرش بر اساس نوع پرش به 2 دسته تقسیم میشه. توی حالتی ما باید یک پرشی رو بدون هیچ قید و شرطی انجام بدیم. به این دسته پرش غیر شرطی میگه. توی حالت دیگه هم شرایط مشخص میکنن که اصلا ما یک پرشی رو داشته باشیم یا نداشته باشیم و اگه این پرش قرار اجرا بشه، باید به کجا عمل پرش رو انجام بدیم. بنابراین به صورت کلی 2 نوع دستور پرش رو داریم: دستورات پرش غیر شرطی و دستورات پرش شرطی. خب بریم ببینیم هر کدوم از این دستورات چی هستن. اولین نوعی که میخوایم بررسی بکنیم دستورات پرش غیر شرطی هستش. این دستورات عمل پرش رو بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مستقیم اجرا میکنه. دستوری هم که برای این کار انجام میشه و میخوایم این جلسه بررسی بکنیم دستور GMP یا جامپ هستش. یعنی به صورت کلی وقتی ما با این دستور GMP مواجه شدیم، دیگه اینجا بدون هیچ قید و شرطی عمل پرش رو انجام میدیم. دستور جامپ به این صورت استفاده میشه: GMP رو مینویسیم و در ادامه یک آدرس رو برای پرش مشخص میکنیم که در مورد این آدرس ها توی ادامه مفصل صحبت میکنیم. شکل آرم این دستور هم به این صورت هستش که به عنوان یک آدرس ما میتونیم یک مقدار صریح رو بدیم، یک رجیستر رو بدیم و یک مموری رو براش پاس بدیم. این دستور هم روی فلگ ها تأثیری نداره. نکته بعدی باید بهش اشاره بکنیم این هستش که ما توی جلسات قبلی گفتیم که وقتی یک برنامه اجرا میشه وارد مموری یا رم میشه و دستورات از اونجا گرفته و اجرا میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که هر دستوری یک سایزی رو داره و بر اساس این سایز سیستم میتونه یک جای مناسبی برای اون در نظر بگیره. علاوه بر این با مشخص شدن سایز هر دستور حافظه مورد نیاز هم راحت‌تر قابل محاسبه هستش. دستور GMP هم از این قاعده مستثنا نیستش، ولی خب نکته‌ای که وجود داره اینه که این دستور یک پرشی رو به یک آدرسی انجام میده. حالا اینکه این آدرس کجا هستش برای سیستم مهمه، چون روی سایز دستور GMP میتونه تأثیر بذاره. به صورت کلی آدرس دهی ما 4 نوع هستش: نوع شورت، نیر، فار و تسک سویچ. بر اساس همین موارد هم دستور GMP میتونه به 4 دسته مختلف تقسیم بشه. بریم انواع دستورات GMP رو با هم بررسی بکنیم. اولین نوعی که میخوایم بررسی بکنیم نوع کوتاه یا شورت هستش. توی این روش آدرسی که میخوایم عمل پرش رو بهش داشته باشیم
توی محدوده منفی 128 تا 127 بایت هستش. یعنی اگه این شکل رو در نظر بگیرید، فرض کنید که من دستورات رو اجرا کردم، رسیدم به این دستور GMP. الان میخوام به یک آدرسی بپرم. توی حالت شورت آدرسی که میخوام بهش بپرم یا توی 128 بایت قبلی هستش یا توی 127 بایت بعد. نکته‌ای هم که وجود داره، این منفی که اینجا بهش اشاره میکنیم به معنی پرش رو به عقب هستش و اینجا یک مقدار مثبتی استفاده کردیم، یعنی پرش رو به جلو. ما به کمک دستورات GMP هم میتونیم به جلو بپریم، هم میتونیم به عقب. توی حالت شورت سایز دستور GMP 2 بایت هستش. یه نکته‌ای هم که اینجا وجود داره، این سایزی که اینجا گفتیم به عوامل مختلفی بستگی داره. اینکه سیستم شما 32 بیتی یا 64 بیتی هستش، تو حالت ریل مود هستیم، تو حالت پروتکتد مود هستیم، همه اینا میتونن روی سایز تاثیر بذارن. ولی خب چیزی که عمدتا ما باهاش درگیر میشیم سایز 2 بایتی هستش. نکته آخرم اینه، اگه بخوایم از دستور GMP تو حالت شورت استفاده بکنیم، میتونیم از عملگر شورت استفاده بکنیم. نکته‌ای هم که وجود داره، اگه از اینم استفاده نکنیم به صورت پیش‌فرض دستور GMP تو حالت شورت هستش. بنابراین هم میتونیم از این استفاده بکنیم، هم میتونیم ازش استفاده نکنیم. این از حالت شورت. حالت بعدی از دستور GMP که میخوایم بررسی بکنیم حالت نیر یا نزدیک هستش. توی این حالت دستوری که عمل پرش رو بهش میخوایم انجام بدیم توی همون سگمنت کدی هستش که فعلا تو اون هستیم، یا به قول معروف توی همون سگمنت کدی هستیم که رجیستر CS بهش اشاره میکنه. اگه به این شکل دقت بکنید، ما اومدیم کدهامون رو از اینجا اجرا کردیم، رسیدیم به این دستور GMP. اینجا میخوایم یک عملی رو به صورت نیر انجام بدیم. اولا اگه بخوایم از این حالت استفاده بکنیم باید از کلمه نیر و PTR استفاده بکنیم و در ادامه اون آدرس دلخواه رو بدیم. کاری هم که این دستور انجام میده یک پرش رو داخل همین سگمنت کد انجام میده. نکته بعدی هم این هستش که سایز این دستور 5 بایت هستش. یعنی هر کجا دیدیم یک GMP 5 بایت داره متوجه میشیم که از نوع نزدیک یا نیر هستش. نوع بعدی دستور GMP حالت فار یا دور هستش. توی این حالت آدرسی که میخوایم بهش عمل پرش رو انجام بدیم توی یک سگمنت دیگه هستش. فقط نکته‌ای که وجود داره، این سگمنت باید با سگمنت کد فعلی ما از لحاظ سطح دسترسی یکی باشه. یعنی مثلا هر دوتاشون توی حالت یوزر باشه. اگه به این شکل دقت بکنید، ما اینجا اومدیم یه سری کد رو اجرا کردیم، رسیدیم به این دستور GMP و اینجا میخوایم از نوع فار یک پرشی رو انجام بدیم. یعنی میخوایم از سگمنت کد فعلی بریم به یک سگمنت دیگه. فقط نکته‌ای که گفتیم وجود داره اینه که اینا باید از لحاظ سطح دسترسی با هم برابر باشه. توی حالت فار سایزی که دستور GMP میتونه داشته باشه 6 بایت هستش. و در نهایت آخرین حالتی که از دستور GMP میخوایم بررسی بکنیم حالت تاسک سویچ هستش. این حالت عمدتاً توی سیستم‌های مولتی تاسکینگ استفاده میشه. توی سیستم‌های مولتی تاسکینگ کدها به یه سری تاسک تقسیم میشن و اینا به صورت تاسک به تاسک اجرا میشه. اگه به این شکل دقت بکنید، ما اینجا اومدیم یه سری کد رو اجرا کردیم، رسیدیم به این دستور GMP. ولی آدرسی که میخوایم عمل پرش رو بهش داشته باشیم توی یک تاسک دیگه هستش. بنابراین توی این شرایط میایم از حالت تاسک سویچ استفاده میکنیم. نکته‌ای هم که وجود داره، ما مثلا اینجا توی تاسک 1 هستیم، با اجرای این دستور اجرا رو میبریم به تاسک دوم. با توجه به اینکه تاسک‌ها رو عوض کردیم، یعنی از تاسک 1 رفتیم به تاسک 2، برای همین اصطلاحاً به این روش میگن تاسک سویچ. نکته‌ای هم که وجود داره، سایز دستور GMP توی این حالت ممکنه متغیر باشه، یعنی به عوامل مختلفی ربط داره. نکته نهایی در خصوص حالتهای مختلف دستورات GMP اینه که ما از دید مهندس معکوس عمدتاً با نوع شورت درگیر میشیم، یعنی نوع 2 بایتی. نوع نزدیک رو شاید خیلی کم باش مواجه بشیم، نوع فار رو به ندرت مواجه میشیم. دلیلش هم این هستش که چون سیستم های جدید از حالت فلت استفاده میکنن، دیگه این قضیه سگمنت ها رو گذاشتن کنار، بنابراین با این حالت دیگه خیلی درگیر نمیشه. و در نهایت حالت تاسک سویچ رو هم توی سیستم های مولتی تاسکینگ استفاده میکنیم که محتوای این دوره نیسته. ولی خب نکته‌ای هم که وجود داره، اینا از دید مهندسی معکوس بود. ولی ما اگه بخوایم برنامه نویسی اسمبلی بکنیم، بر اساس شرایطی که اونجا داریم ممکنه از این روش ها استفاده بکنیم.
نکته بعدی این هستش که ما گفتیم که دستور GMP یک آدرسی رو میگیره و عمل پرش رو به اون آدرس انجام میده. ولی خب نکته‌ای که وجود داره، ما چطوری میتونیم این آدرس رو به این دستور پاس بدیم؟ برای این کار روش‌های مختلفی وجود داره. روش اول این هستش که ما بیایم این آدرس رو به صورت مستقیم به این دستور پاس بدیم. برای مثال من توی اینجا اومدم آدرس 1 2 3 4 5 رو به صورت مستقیم به این دستور GMP پاس دادم. یعنی اگه این دستور رو داخل سیستم اجرا بکنی، بعد از اجرای این دستور اجرای برنامه از آدرس 1 2 3 4 5 ادامه پیدا می‌کنه. حالت بعدی حالتی هستش که آدرسمون رو داخل یک رجیستر بریزیم و این رجیستر رو به عنوان یک آدرس به این دستور GMP پاس بدیم. مثلا من میام 1 2 3 4 5 رو داخل array x میریزم و اینجا میام این array x رو به این دستور پاس میدم. حالت بعدی حالتی هستش که بیایم آدرسمون رو داخل یک متغیر یا داخل یک مموری بریزیم و این مموری رو به عنوان آدرس به این دستور GMP پاس بدیم. روش بعدی اینه که بیایم برای آدرس دهی از محاسبات ریاضی استفاده بکنیم که اصطلاحاً به این مدل آدرس دهی میگن آدرس دهی نسبی. یعنی ما آدرسمون رو نسبت به یک آدرس دیگه‌ای مشخص میکنیم که اصطلاحاً به این آدرس هم میگن آدرس پایه. پس آدرس نسبی آدرسی هستش که بر اساس آدرس پایه مشخص میشه. برای مثال من توی این دستور گفتم که عمل پرش رو به آدرسی انجام بده که این آدرس داخل array x هستش، ولی اون رو به اضافه 1 بکن. اینجا array x به عنوان آدرس پایه هستش و کل این هم به عنوان آدرس نسبی در نظر میگیریم. روش بعدی که ما میتونیم یک آدرس رو به دستور GMP پاس بدیم استفاده از لیبل ها هستش. در خصوص لیبل ها توی قسمت اول این فصل صحبت کردیم، ولی خب برای اینکه یک یادآوری بشه منظور از لیبل اینه که ما میایم مجموعه‌ای از دستورات رو تحت یک عنوان که بهش میگیم لیبل یا برچسب مشخص میکنیم. هر وقت که بخوایم این مجموعه کدها رو اجرا بکنیم فقط کافیه که از این لیبل یا عنوان استفاده بکنیم. حالا این روش رو داخل مثال هامون که وارد بشیم اونجا کامل متوجه میشیم. روش بعدی که ما میتونیم یک آدرس رو به دستور GMP بدیم استفاده از مقادیر صریح هستش. فقط این مقادیر صریح بر اساس بایت هستن و به صورت مثبت منفی داده میشن که مثبت یعنی جامپ رو به جلو و منفی به معنی جامپ به عقب هستش. برای مثال توی این دستور اگر GMP منفی 10 رو در نظر بگیریم یعنی عمل پرش رو به 10 بایت قبلی انجام بده، ولی اگر این رو به صورت مثبت 10 در نظر بگیریم یعنی عمل پرش رو به 10 بایت بعدی انجام بده. حالا این رو هم داخل مثال هامون بررسی میکنیم، اونجا راحت تر متوجه میشیم. در نهایت آخرین روشی که داریم به این صورت هستش که در حقیقت از این روش عمدتاً توی حالت فار استفاده میکنیم. توی حالت فار یا دور گفتیم که عمل پرش ما به یک سگمنت دیگه و یک آدرس دیگه داخل اون سگمنت هستش. با استفاده از این روش ما توی قسمت اول سگمنت رو مشخص میکنیم و توی قسمت بعدی آدرس اون دستور. یعنی اگه این دستور رو به صورت کلی در نظر بگیرید ما میخوایم یک عمل پرشی رو به آدرس 1 2 3 4 5 6 توی سگمنت 12 انجام بدیم. خب بریم دستور GMP رو داخل ابزارهامونم بررسی بکنیم. برای شروع من دستور GMP رو داخل ویژوال استودیو برای نسخه 32 بیتی و از دید برنامه نویس میخوام بررسی بکنم. توی دستور اول من میخوام یک پرشی رو به لیبل آنکس گروپ داشته باشم. برای این منظور GMP رو نوشتم، اسم لیبلم رو هم نوشتم. برای اینکه بتونم یک لیبل رو تعریف بکنم گفتیم که لیبل ها در حقیقت میتونن مجموعه‌ای از دستورات باشن که اونا رو تحت عنوان یک لیبل یا برچسب مشخص میکنیم. برای تعریفشون هم که به این صورت عمل میکنیم، اسم لیبل رو مینویسیم 2 نقطه و در ادامه اون دستورات که میخوایم رو مینویسیم. پس به صورت کلی من اگه این دستور رو بخوام اجرا بکنم یک پرشی رو از اینجا به اینجا خواهیم داشت. چیزی که اینجا مشاهده میکنید، نکته‌ای که وجود داره دیگه این دستور اینجا هیچ وقت اجرا نمیشه، چون هر وقت که به این دستور برسیم بدون هیچ قید و شرطی یک پرشی رو به اینجا خواهیم داشت. بنابراین این یک دستور مرده هستش. نکته بعد این هستش که من اینجا اومدم یک لیبل رو تعریف کردم که توش یه دونه دستور رو داریم. خب من اگه این دستور اجرا بکنم چه اتفاق میفته؟
خب همطور که مشاهده کردید روند اجرای برنامه از این لیبل انتقال داده شد به دستور بعدی. پس نکته‌ای که وجود داره اگه بخوام یک لیبلی رو اینجا تعریف بکنیم باید دستورات بعدی رو هم در نظر بگیریم، چون اگه این دستور اجرا شد تموم شد هر دستوری که بعد از آخرین دستور لیبل باشه اون اجرا میشه. توی دستور جامپ بعدی من اومدم از حالت نیر یا نزدیک استفاده کردم که گفتیم برای اینکه از این حالت استفاده بکنیم عملگر نیر رو تعریف میکنیم، یک PTR و بعد از اون آدرسی که میخوایم عمل پرش بهش داشته باشیم رو تعریف میکنیم که من اینجا اومدم دوباره از یک لیبل استفاده کردم. در حقیقت مفهوم کلی که این دستور داره یک پرش از نوع نزدیک به لیبل آنکس انجام میده که این لیبل آنکس رو هم اینجا به این صورت تعریف کردم که حاوی یه دونه دستور هستش. پس من اگه این دستور رو اجرا بکنم یک پرش از اینجا به این لیبل خواهم داشت. باز اینجا من اگه این دستور رو اجرا بکنم با توجه به اینکه لیبل من فقط از یک دستور تشکیل شده و این آخرین دستور لیبل من هستش، هر دستوری که بعد از این دستور بیاد اون اجرا میشه. یعنی بعد از اجرای این دستور روند اجرای برنامه میرسه به این قسمت موو آل 12H. توی این دستور من اومدم مقدار آل رو با 12 پر کردم. توی این دستور میخوام یک جامپی رو از نوع شورت انجام بدم، ولی این بار آدرسم رو به صورت عدد صریح دادم. برای اینکه بتونید از مقادیر عدد صریح توی دستور GMP استفاده بکنید باید یک علامت دلار بذارید و بعد از اون تعداد بایتی که میخوایم رو مشخص کنید که گفتیم به اضافه به عنوان یک پرش رو به جلو هستش و منفی به عنوان یک پرش رو به عقب. در حقیقت توی این دستور من به برنامه گفتم که 4 بایت به جلو عمل پرش رو انجام بده. برای اینکه این دستور رو راحت در درک بکنید من میرم قسمت دیساسمبلی. ما الان اینجا هستیم، قرار دستور EB02 رو که همون معادل جامپ شورت دلار به اضافه 4 هست رو میخوایم اجرا بکنیم. گفتیم که با اجرای این دستور قرار 4 بایت رو به جلو پرشی رو داشته باشیم. ما الان توی این آدرس هستیم، یعنی ابتدای این EB. هر کدوم از اینا هم یک بایت رو به خودشون اختصاص داد. پس بنابراین اگه بخوایم 4 بایت پرش داشته باشیم این میشه 1 بایت، این میشه 2 بایت، این میشه 3 بایت، این میشه 4 بایت. پس بنابراین اگه این دستور اجرا بکنیم باید بیایم این قسمت، یعنی اول دستور موو آل 13H. من اینجا این دستور اجرا میکنم و همطور که مشاهده میکنید اومدیم اول B013 که معادل دستور موو آل 13H هست. بریم این قسمت. همطور که مشاهده میکنید ما از اینجا یک پرشی رو به اینجا داشتیم. این دستور هم که باز یک مقدار وارد رجیستر آل میکنه. توی این دستور باز میخوایم عمل پرش رو انجام بدیم به اندازه 4 بایت از نوع شورت، ولی خب کاری که میخوایم انجام بدیم این هستش که این پرش رو به عقب هستش. برای اینکه این دستور راحت تر درک بکنید من میرم قسمت دیساسمبلی. ما الان اینجا هستیم. اگه این دستور اجرا بکنیم باید 4 بایت رو به عقب پرش داشته باشه. برای اینکه این قضیه رو راحت تر درک بکنیم بایت هامون رو از آخر به اول شمارش میکنیم. یعنی توی عمل پرش رو به جلو ما می اومدیم میگفتیم مثلا بایت اول، بایت دوم، بایت سوم، بایت چهارم. توی منفی باید این روند رو از آخر به اول بکنیم، یعنی بایت اول، بایت دوم، بایت سوم، بایت چهارم. خب توی این دستور قراره که یک پرشی رو به اندازه 4 واحد رو به عقب داشته باشه. بنابراین این میشه 1 بایت، این میشه 2 بایت، این میشه 3 بایت و این میشه 4 بایت. پس بنابراین من اگه این دستور رو اجرا بکنم باید بیام به اول دستور جامپ شورت به اضافه 8. من دستور رو اجرا میکنم و همطور که مشاهده میکنید میایم به دستور GMP شورت به اضافه 8 که اینجا هم قابل مشاهده است. الان قراره که این دستور اجرا بکنم. باز اینجا اومدم یک جامپی رو از نوع شورت رو به جلو و به اندازه 8 بایت تعریف کردم. خب برای اینکه این دستورم باز راحت در درک بکنید من میرم قسمت دیساسمبل. ما الان اینجا هستیم، یعنی توی دستور GMP شورت به اضافه 8. خب اگه بخوایم 8 بایت رو به جلو حرکت بکنیم این میشه 1 بایت، این میشه 2 بایت، این میشه 3 بایت، این میشه 4 بایت، این 5 بایت، این 6 بایت، این 7 بایت و این هم 8 بایت. پس بنابراین اگه بخوایم این دستور اجرا بکنیم باید یک پرشی به دستور موو آل 15 داشته باشیم، یعنی این قسمت.
من برنامه رو اجرا میکنم و همطور که مشاهده میکنید یک پرشی به اندازه 8 بایت انجام دادیم و رسیدیم به دستور move AL 15H. این دستور رو هم من باز اجرا میکنم، یک مقدار رو داخل رجیستر AL میریزه. توی جامپ بعدی من میخوام یک آدرسی رو از طریق مموری به این دستور GMP پاس بدم. یعنی یک آدرس رو داخل این متغیر ذخیره کردم و این متغیر رو به عنوان آدرس به دستور GMP پاس دادم. برای این منظور محتوایی که داخل ESI هستش رو، یعنی این مقدار رو داخل AD Word ذخیره کردم. بریم ببینیم محتوای AD Word چی هستش. من اگه این دستور اجرا بکنم محتوای این باید برابر ESI باشه. خب نکته ای هم که وجود داره گفتیم دیگه، اینجا لیتل اندین داریم و مقادیر ما به صورت برعکس هست، یعنی 39 13 AD 2 0. چیزی که اینجا مشاهده میکنیم. الان توی این دستور من اومدم یک پرشی رو به این آدرس یا به این آدرس انجام دادم که اگه این دستور اجرا بکنیم میرسیم به جایی که میخوایم تابع ASM فانک رو فراخوانی بکنیم که اگه من این رو دوباره اجرا بکنم وارد همون دستورات جامپ میشم و در حقیقت داخل یک حلقه هستم. من برنامه رو متوقف میکنم و این دستور رو به حالت کامنت در میارم که از اون حلقه خارج بشه. یه نکته ای هم که وجود داره، من اینجا به جای اینکه این محتوا رو داخل این متغیر ذخیره کنم میتونستم مستقیم از این رجیستر هم استفاده بکنم. بریم همین موارد رو داخل نسخه 64 بیتی و توی دیباگر X64DBG هم بررسی بکنم. باز اینجا هم کدهایی که داخل نسخه 32 بیتی داشتیم رو داخل نسخه 64 بیتی هم توسعه دادم. یک بیلدی ازش گرفتم و اون رو تبدیل کردم به یک فایل اجرایی و داخل دیباگر هم باز کردم. اومدم جایی که میخوام دستورات GMP رو اونجا اجرا بکنم. اولین نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که دیگه ما اینجا بحث لیبل و مثبت منفی یک مقدار اینا رو نداریم. تنها چیزی که اینجا مشاهده میکنیم یک جامپ با یک آدرس هستش که آدرس رو هم به این صورت به جامپ دادیم، اسم برنامه‌مون و در ادامه اون آدرس که میخوایم پرش بکنیم. یعنی به صورت کلی این دستور برای ما مشخص میکنه که داخل برنامه جامپ 64 برو به این آدرس. در حقیقت این همون نکته‌ای هستش که داخل اسلایدان بهش اشاره کردیم. گفتیم که از دید مهندسی معکوس ما عمدتاً دستورات رو به این صورت مشاهده میکنیم. نکته بعد این هستش که خب ما میخوایم یک پرشی رو به این آدرس داشته باشیم. از لحاظ مهندسی معکوس برای ما مهم هستش که بریم ببینیم این آدرس محتوای چه دستوراتی هستش. برای اینکه بتونیم به این آدرس دسترسی داشته باشیم روش‌های مختلفی وجود داره. اولی روش این هستش که اگه روی این دستور 2 بار کلیک بکنیم ما رو میبره به این جایی که قرار پرش انجام بشه. یعنی من اگه این دستور اجرا بکنم قراره وارد 824 بشیم. اینجا مشخص کرده که این آدرس 824 هستش. بنابراین من اگه روی این دستور 2 بار کلیک بکنم منو میبره جایی که قرار این پرش به اونجا انجام بشه. این روش اول. یه روش دیگه این هستش که بیایم مستقیما این آدرس رو اینجا پیدا بکنیم. یعنی مثلا این رو حفظش بکنیم 824 رو، بعد بیایم دونه دونه اینا رو بررسی بکنیم تا برسیم به این 824 که حالا این یک روش سختی هستش. روش بعدی که ما میتونیم این آدرس رو پیدا بکنیم این هستش که اگه این دستور GMP رو انتخاب بکنیم این قسمت و این قسمت برای ما یه سری فلش رو مشخص میکنه که این فلش ها در حقیقت نشون میده که یک عمل پرشی رو از اینجا به اینجا داریم. فقط فرقی این قسمت با این قسمت داره اینه که برای فعال شدن این قسمت باید دستور رو انتخاب بکنیم. یعنی من اگه این دستور انتخاب بکنم دیگه این فلش ها پاک میشه. ولی این قسمت ها همچنان وجود داره. فقط اگه این قسمت رو انتخاب بکنیم اینا یک کمی بولد میشه. مثلا من میام این جامپ بعدی رو انتخاب میکنم این قسمت بولد میشه. این هم از این روش بعدی که ما میتونیم به این آدرس برسیم این هستش. این آدرس رو به خود دیباگر بدیم و دیباگر ما رو ببره به این آدرس. برای این منظور من این دستور رو کپی میکنم تا اون آدرس رو داشته باشم و در ادامه کنترل جی رو میزنم. کنترل جی به معنی گو تو هستش، یعنی یک آدرسی رو به من بده تا من ببرم تو رو به اون آدرس. این رو پاک میکنم، این دستور رو اینجا پیستش میکنم و اینا رو هم پاک میکنم. الان اگه من اینجا این رو اوکی بکنم من رو میبره به اون آدرسی که قراره اون عمل پرش انجام بده. اینم از این نکته.
نکته بعد این هستش که فرض کنید که ما الان این دستور رو داریم، میریم این آدرس رو حالا به روش‌های مختلفی پیدا می‌کنیم، میرسیم به اینجا و الان این کدها رو مثلا بررسی می‌کنیم و متوجه میشیم که اجرای اونا مشکلی رو برای ما پیش نمیاره. یعنی می‌خوایم این عمل جامپ رو انجام بدیم. حالا ما اینجا هستیم و می‌خوایم برگردیم دوباره به همین دستور GMP. برای این کار هم باز چند تا روش مختلف وجود داره. روش اول این هستش اگه اجرای برنامه روی همین دستور GMP متوقف بکنیم، میتونیم از رجیستر RIP یا EIP استفاده بکنیم. یعنی من اگه اینجا دوبار کلیک بکنم دوباره برمیگردم سر این GMP. روش بعد که ما میتونیم از این قسمت دوباره به این GMP برگردیم، باز استفاده از این فلش هستش. اگه اینا رو تعقیب بکنیم به مبدأ این دستور برمیگردیم. روش بعدی هم این هستش که اگه روی این دستور یه کنترل R بزنیم، تمام رفرنس های این دستور رو برای ما میاره. منظور از رفرنس هم یعنی همون مرجع. یعنی میخوایم ببینیم مرجع این دستور چی هستش، که اینجا برای ما مشخص کرده که مرجع این دستور GMP با این آدرس هستش. که اگه اینجا دوباره کلیک بکنیم دوباره از این قسمت move AL5 برمیگردیم به دستور GMP با این آدرس. خب این دوتا نکته‌ای که گفتم توی دنیای واقعی میتونه به کارتون بیاد. دلیلش هم این هستش که توی دنیای واقعی ممکنه این جامپایی که انجام میدی خیلی نزدیک به هم نباشه. یعنی اینجا ما خیلی ساده از این فلش ها میتونیم استفاده بکنیم یا اینجا دوبار کلیک بکنیم بیایم اینجا و اینجا رو از دست ندیم. ولی خب توی دنیای واقعی این فاصله ها ممکنه زیاد باشه. شما باید هی اسکرول بکنید که برسید به اون دستور پایین یا هی اسکرول کنید به بالا که برسید به این دستور GMP. ولی خب این دوتا روشی گفتن خیلی ساده میتونید بین این دستورات حرکت بکنید. خب برگردیم سراغ دستوراتمون. توی این دستور اول من میخوام یک عمل پرشی رو به اینجا انجام بدم که اینجا با فلش هم مشخص کرد. پس من اگه این دستور اجرا بکنم یک پرشی رو به اینجا دارم. نکته ای هم که وجود داره دیگه این دستور باز اینجا اجرا نمیشه. گفتیم که این دستور یک دستور مورد هستش. اینجا این دستور اجرا میشه، من وارد GMP میشم. خب الان اینجا دقت بکنید سایز این دستور GMP با سایز این دستور GMP متفاوت هستش. این 2 بایت رو به خودش اختصاص داده، این 1 2 3 4 و 5 بایت. بنابراین این از نوع شورت هستش، این از نوع نزدیک یا نیر هستش. من این دستور رو اجرا میکنم، یک پرشی رو به اینجا داریم. باز این دستورات رو من اجرا میکنم، میرسم به دستور GMP. اینجا میخوام یک پرشی رو داشته باشیم، من روی این دوبار کلیک میکنم. اگه این دستور اجرا بکنیم قراره بپریم اینجا، چیزی که اینجا هم مشاهده میکنم. باز این دستور رو من اجرا میکنم، AL رو با 13 پر میکنم. باز توی این دستور GMP میخوام یک پرشی رو به عقب داشته باشیم. من یک باز دوباره اینجا دوبار کلیک بکنم میایم اینجا. یعنی اگه این دستور اجرا بکنیم یک پرشی رو به اینجا خواهیم داشت، چیزی که مشاهده میکنیم. و دوباره اینجا میخوام یک پرشی رو به اینجا داشته باشیم، چیزی که این فلش ها برای ما مشخص کرد. من این دستور هم اجرا میکنم، میرسیم به این قسمت. توی این دستور AL رو با 15 پر کردم. توی دستور بعدی من اومدم مقداری که داخل RSI هستش که اینجا برابر 0 رو ریختم داخل این مموری که این مموری توی این آدرس هستش و به اندازه یک کیوبورد هستش که اگه من اینجا دوبار کلیک بکنم برای من این مقدار رو میاره. من این دستور اجرا بکنم همه اینا با 3 پر میشه. توی دستور بعدی میخوام یک پرشی رو به محتوایی که داخل این آدرس هستش یعنی 0 داشته باشه که اگه این دستور اجرا بکنیم یه دونه اینجا اکسپشن میگیریم از نوع اکسس ویولیشن. یعنی این پرش ما به یک جایی هستش که جای مجازی نیستش. ولی خب صرفا برای اینکه آشنا بشیم با نحوه پرش این دستور رو اجرا کردیم. برای اینکه این خطا رو هم نگیری من برنامه رو متوقف میکنم و توی نسخه 64 بیتی این قسمت رو تبدیل میکنم به کامل. یعنی میخوام این قسمت دیگه اجرا نشه. اینم از این. خب من برنامه رو دوباره وارد دیباگرم میکنم تا اینجا چند تا نکته رو بهش اشاره بکنم. اینجا جایی هستش که دستورات GMP من از اینجا شروع میشه. نکته‌ای که وجود داره این دستور GMP میتونه کاربردهای خاصی توی مهندسی معکوس هم داشته باشه. برای مثال فرض کنید که شما یک برنامه‌ای رو آنالیز کردید و متوجه شدید که مثلا کدهایی که توی این قسمت هستن نیاز نیست که اجرا بشه. مثلا میخواین یک برنامه‌ای رو کرک بکنید، توی این قسمت از کدها برنامه داره بررسی میکنه که آیا نسخه تریال هستش یا نه.
یا مثلا بررسی میکنه که آیا دانگل سخت افزاری به سیستم وصل هستش یا نه. یا مثلا میخواین یک باج افزاری رو آنالیز بکنی و توی این قسمت از کدها باج افزار میخواد اون فایل ها رو اینکریپت بکنه و شما نمیخواین این کار انجام بشه. تو چنین شرایطی ما میتونیم از دستور GMP استفاده بکنیم. برای مثال فرض کنید که اینجا من میخوام این دستورات به صورت کلی اجرا نشه، یعنی برنامه برسه به این موب آیل پانوستا. برای این منظور میتونیم از دستور GMP استفاده بکنیم. کاری هم که باید انجام بدم این هستش که آدرس این دستور رو اینجا کپی میکنم به این صورت، بعد میام اینجا و اینجا از دستور GMP استفاده میکنم. چون حالا این دستورمون یک دستور GMP هستش، من فقط آدرس رو ادیت میکنم. اینجا آدرسی که میخوام رو میدم، اینا رو پاک میکنم و اینجا به این صورت آدرس رو وارد میکنم. یعنی میگم که به جای اینکه به 24 بپری، یعنی به اینجا بپر به آدرس 39، یعنی اینجا. این رو اوکیش میکنم. پس من اگه این برنامه رو اجرا بکنم، همونطور که مشاهده میکنید دیگه این قسمت ها اجرا نمیشه. اینم از این نکته. نکته بعدی این هستش که از این دستور GMP توی حوزه اکسپلویتینگ هم استفاده میشه. توی حوزه اکسپلویتینگ ما یک تکنیک حمله‌ای رو داریم به نام حمله استفاده مجدد از کد. به صورت کلی این تکنیک به این صورت هستش: بعد از اینکه یک برنامه‌ای رو اکسپلویت کردیم و کنترل برنامه رو به دست گرفتیم، به جای اینکه بیایم مثلا یک شل کدی رو داخل یک جایی بریزیم، میایم از دستورات خود برنامه استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید که شما یک شل کد رو میخواین اجرا بکنید که این شل کد به این صورت هستش که موب آیل 13 رو نیاز دارید، بعد موب آیل 5 رو، بعد دوباره موب آیل 13 رو نیاز دارید. به جای اینکه اینا رو در قالب یک شل کد توی اکسپلویتتون قرار بدید، میایین اینا رو داخل خود برنامه به این صورت پیدا میکنید و اینا رو دونه دونه اجرا میکنید. این تکنیک حمله مجدد از کد دو تا تکنیک کلی داره. یکی ROP هستش، مخفف Return Oriented Programming، و یکی هم GOP هستش به معنی Jump Oriented Programming. تو حالت ROP ما میایم از ریترن استفاده میکنیم، ولی تو حالت GOP از جامپ استفاده میکنیم. بنابراین این دستور GMP رو صرفا فقط یک دستوری نبینید که هر وقت رسیدیم از اینجا قراره بپریم. این میتونه کاربردهای دیگه ای هم داشته باشه. خب من این دستورات رو هم اجرا میکنم تا برسم به این جامپه. اگه این دستور جامپ رو در نظر بگیرید، در حقیقت این یک پرشی رو انجام میداد که منجر به اکسپشن میشد و برنامه من میرفت یک مسیر دیگه ای رو اجرا میکرد. فرض کنید که من نمیخوام این جامپ اجرا بشه، یا به صورت کلی‌تر فرض کنید که یک برنامه‌ای رو دارید آنالیز میکنید که میرسید به یک جامپی که این جامپ شما اون میبری به یک جایی که مثلا برنامه داره اونجا تریار رو چک میکنه، یا داره چک میکنه که آیا دانگل اونجا وصل شده وصل نیست، یا توی یک باج افزار میخواد بره اون قسمتی که میخواد فایل‌ها رو اینکریپت بکنه. خلاصه این که شما نمیخواین این جامپ اجرا بشه. یکی از راههایی که شما میتونید اثر این جامپ رو خنثی بکنید این هستش که بیاین این دستور رو تبدیل بکنید به NOP. NOP هم که گفتیم یک دستوری هستش که عملاً کار خاصی رو برای ما انجام نمیده. فقط قبل از اینکه این جامپ رو تبدیل بکنیم به NOP، یه نکته‌ای که وجود داره، اگه به سایز این جامپ دقت بکنید 1 2 3 4 5 و 6 بایت هستش. یعنی این جامپ یک جامپ از نوع فار یا دور هستش. در مورد فار هم که صحبت کردیم، یک نوع آدرس دهی هستش که آدرس ما توی یک سگمنت دیگه هستش. اینجا هم اگه دقت بکنید آدرسی که ما میخوایم بهش بپریم توی یک سگمنت دیگه است، یعنی توی دیتا سگمنت هستش. برای همین این جامپی که اینجا مشاهده میکنید 6 بایت هستش و برای همین از نوع فار یا دور هست. خب من این دستور GMP رو انتخاب میکنم، روش یک اسپیس رو میزنم و اینجا این دستور رو تبدیل میکنم به NOP. فقط نکته‌ای که وجود داره تیک این قسمت رو هم بزنید، چون این یک دستور 6 بایتی هستش و دستور NOP یک دستور 1 بایتی هستش. اون 5 تا بایت بقیه‌ای که میمونه این میاد با NOP پر میکنه که در مورد اینا توی جلسات قبلی صحبت کردیم. من اوکی رو میزنم و اینجا همونطور که مشاهده میکنید دیگه اون دستور GMP رو نداره. اون دستور GMP تبدیل شده به 6 تا دستور NOP: 1 2 3 4 5 و 6. خب پس من اگه الان برنامه‌ام رو اجرا بکنم دیگه اون دستورات GMP و اون پرش رو نداره. میرسم به یک جایی که حالا دستورات بعدی من اینجا قراره اجرا بشه. اینم از این نکته. برگردیم سراغ اسلایدامون.
نوع دیگه دستورات پرشی دستورات پرش شرطی هستش. این دستورات بر اساس شرایط و وضعیت فعلی عمل پرش رو انجام میدن. وقتی هم صحبت از وضعیت هستش پای رجیسترهای ای فلگ و آر فلگ و به صورت کلی فلگ ها میاد وسط. یعنی در حقیقت این پرش ها عمدتاً بر اساس وضعیت فلگ ها عمل پرش رو انجام میده. با توجه به این نکته که عمدتاً این دستورات پرش شرطی بر اساس وضعیت فلک ها عمل پرش رو انجام میدن، بنابراین دستوراتی که روی فلک ها تاثیر میذارن برای ما مهم هستش. از جمله این دستورات میشه به دستورات CMP و تست اشاره کرد. نکته‌ای که وجود داره، ما تا الان دستورات مختلفی رو خوندیم که روی فلک ها تاثیر میذارن، مثل دستور add، and، sub، XOR و غیره. فقط نکته‌ای که این وسط هستش، این دستورات علاوه بر اینکه روی فلک ها تاثیر میذارن یک نتیجه‌ای رو هم برای ما داشتن. یعنی ما مثلا می اومدیم از دستور and 2 مقدار and میکردیم، نتیجه رو میریختیم توی عملبند اول، به اضافه اینکه بر اساس نتیجه فلک ها میتونست تغییر پیدا بکنه. ولی توی دستورات مثل CMP و تست گفتیم که اینا دیگه اون نتیجه رو ندارن، بلکه فقط هدفشون تغییر فلک ها هستش. و اونجا هم اشاره کردیم که اگه ما بخوایم نتیجه رو داشته باشیم اصولا میایم از دستوراتی مثل AND استفاده میکنیم، ولی برای ما اگه فلک ها مهم باشن میایم از دستوراتی مثل تست استفاده میکنیم. پس به صورت کلی عمدتاً قبل از دستورات پرش شرطی ما دستوراتی مثل CMP و تست رو میبینیم. در حقیقت اینا یک تأثیر روی فلک ها میذارن و بر اساس این تأثیر اون دستورات پرشی عمل پرش رو برای ما انجام میده. اگه بخوایم این مفهوم رو ساده‌تر توضیح بدیم، توی خونه‌های ما خانم‌ها تصمیم میگیرن که کجا بریم و در ادامه آقایون ما رو به اون مقصد میبرن. در حقیقت خانم‌ها حکم این CMP و تست رو دارن، تصمیم رو میگیرن، روی فلک ها تاثیر میذارن و بر اساس این تاثیر که روی فلک ها گذاشتن آقایون حکم اون دستورات پرش شرطی رو دارن، ما رو انتقال میدن به اون مکان. تعداد دستورات پرش شرطی زیاد هستش، یعنی ما یه چیزی حدود بیش از 30 تا دستور داریم که جزء دستورات پرش شرطی هستن. اما راحت ترین روش برای اینکه بتونیم اونا رو درکشون بکنیم آشنایی با نحوه خوندن اوناست. یعنی اگه بتونیم اونا رو بخونیم میفهمیم که بر چه شرایطی میخوان عمل پرش رو برای ما انجام بدن. دستورات پرش شرطی به صورت کلی از این حروف تشکیل شدن. بریم ببینیم که هر کدوم از اینا چه معنی و مفهومی داره. اولین کاراکتری که باش درگیر هستیم حرف J هستش که به صورت کلی توی همه دستورات پرش شرطی باهاش مواجه هست. این J به مفهوم جامپ هستش، یعنی این دستور قرار یک پرشی رو انجام بده. کاراکتر بعدی A هستش که مشخص کننده above هستش که به معنی بالاتر یا بیشتر هستش. کاراکتر بعدی E هستش که مشخص کننده equal یا به مفهوم مساوی یا برابر بودن هستش. کاراکتر بعدی حرف B هستش که مشخص کننده below یا پایینتر و کمتر هستش. C مشخص کننده کری یا همون کری فلگ هستش. G مشخص کننده greater یا بزرگتر هستش. L مشخص کننده less یا به معنی کمتر هستش. N مشخص کننده not هستش. O مشخص کننده overflow یا همون overflow flag هستش. P مشخص کننده parity یا همون PF یا parity flag هستش. S مشخص کننده sign یا همون sign flag هستش. Z مشخص کننده 0 یا همون 0 flag هستش. خب تا اینجای کار همه مواردی که مشاهده کردیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر فلک هستن. ولی این سه تا موردی که اینجا مشاهده می‌کنید در حقیقت مشخص کننده یک رجیستر هستن. CX مشخص کننده رجیستر CX هستش. ECX مشخص کننده رجیستر دیوردی ECX هستش و RCX هم که مشخص کننده رجیستر کیووردی RCX هستش. چند تا نکته هم در خصوص این جدول ارائه بدیم. نکته اول این هستش که همونطور که اشاره کردیم همه دستورات پرش شرطی این کاراکتر J رو دارن. یعنی همه دستورات شرطی بدون استثنا با این کاراکتر J شروع میشن که به مفهوم جامپ هستش. نکته بعد این هستش که دستورات پرش شرطی قرار نیست که هر کدومشون فقط یکی از این کاراکترها رو داشته باشن. یعنی ما بر حسب نیاز دستورات پرش شرطی رو داریم که از چند تا از این مقادیر تشکیل شدن که توی ادامه اینا رو مشاهده میکنیم. نکته بعد این هستش که اگه به این جدول دقت بکنید بعضی از مواردی که اینجا مشاهده میکنید تقریبا معنای یکسانی رو داره. مثلا A که اینجا مشاهده میکنید به معنی بیشتر بزرگتر هستش،
این تقریبا برابر G هستش. G هم به معنی بزرگتر هستش. یا B که اینجا مشاهده میکنید به معنی کمتر یا پایینتر هستش و همین مفهوم رو توی L هم داریم. L هم به معنی کمتر هستش. حالا فرق اینا چی هستش؟ اگه توی دستورات پرش شرطی A و B رو مشاهده کردید یعنی مقادیر ما بدون علامت هستن و اگه مقادیر G و L رو مشاهده کردید یعنی مقادیر ما با علامت هستن. بنابراین یکی از روش‌هایی که ما میتونیم مقادیر با علامت و بدون علامت رو هم تشخیص بدیم مواجه شدن با A و B و G و L هستش که اگه A و B باشه یعنی به معنی بدون علامت هستش و اگه G و L باشه به معنی با علامت هستش. با درک مفهوم این کاراکترها الان میتونیم بریم و دستورات پرش شرطیمون رو بررسی بکنیم. دستورات پرش شرطی همونطور که گفتیم تعدادشون زیاد هست. یعنی چیزی که اینجا مشاهده می‌کنی یه چیز حدود 33 تا دستور پرش شرطی رو ما اینجا لیست کردیم. ولی خب نکته‌ای که وجود داره اگه شما این مفاهیم رو درک کرده باشید مواجه شدن با این دستورات پرش شرطی کار سختی نیستش. بریم چند تا از اینا رو با هم بررسی بکنیم. و اگه این دستورات رو بخونید گفتیم که همه اینا با کاراکتر J شروع میشن. J به مفهوم پرش هستش. همونطور که اینجا مشاهده میکنید همه این دستورات پرشی با J شروع میشن یعنی بپر. بعد از این کاراکتر J بقیه موارد مشخص کننده اون شرایط هستن. یعنی اگه اون شرایط محقق بشن این عمل پرش انجام میگیره. بنابراین اگه بخوایم یک همچین دستوری رو بخونیم این J به معنی بپر هستش، این A هم که به معنی بیشتر هستش. اگه بخوایم این رو بخونیم بپر اگه بزرگتر بود. خب یا توی این دستور J به معنی بپر بود، N به معنی not بود، A هم که به معنی بزرگتر بود. بنابراین اگه بخوایم این رو بخونیم به این صورت میخونیم بپر اگه بزرگتر نبود. یا توی این دستور ما با 3 تا کاراکتر رو داریم. J به معنی بپر هستش، A به معنی بزرگتر هستش، E به معنی equal یا برابر هستش. بنابراین اگه بخوایم این دستور رو بخونیم بپر اگه بزرگتر یا مساوی بود. اینجا از کلمه یا استفاده کردیم یعنی هیچ وقت یک مقداری همزمان هم بزرگتر و هم مساوی نمیشه. بنابراین توی این مواردی که داره 2 تا چیز مختلف رو ارائه میده اینجا از کلمه یا استفاده میکنیم. ولی اینجا اینی که اینجا داشتیم به معنی not هستش. اینجا دیگه فقط یک گزینه رو داریم. بنابراین اگه بخوایم این رو بخونیم میگیم بپر اگر بزرگتر نبود، ولی اگه بخوایم این رو بخونیم میگیم که بپر اگه بزرگتر یا مساوی بود. یا توی دستور شرطی بعدی ما 4 تا کاراکتر رو داریم. J به معنی بپر، N به معنی not، A به معنی بزرگتر و E به معنی مساوی. بنابراین اگه بخوایم این دستور رو بخونیم یعنی بپر اگر بزرگتر یا مساوی نبود. نکته بعدی که باید در خصوص دستورات پرش شرطی در نظر بگیریم این هستش. ما اینجا مثلا گفتیم که JA به معنی بپر اگر بیشتر بود. نکته‌ای که وجود داره ما باید در نظر بگیریم که توی چه شرایطی مقدار ما بیشتر شده. برای این منظور اگه دستور قبل از این JA برابر CMP باشه گفتیم که CMP روی فلک‌های مختلف تاثیر میذاره، ولی اگه مقدار ما بزرگتر باشه شرایطی هستش که CF و ZF همزمان صفر باشن. اگه ZF برابر صفر باشه یعنی این 2 تا مقدار با هم برابر نیستن، CF هم که مساوی صفر باشه یعنی این مقدار بزرگتر. بنابراین وقتی با یک دستوری مثل JA مواجه میشیم باید بررسی بکنیم که فلک‌های CF و ZF ما برابر صفر هستن یعنی هر دوتاشون اند شده. ولی اگه این دستور رو در نظر بگیرید اینجا گفتیم که بپر اگر مقدار ما بزرگتر نبود. اگه بزرگتر نباشه یا باید کوچکتر باشه یا باید مساوی. اگه مساوی باشه ZF ما باید برابر 1 بشه، اگر هم کوچکتر باشه باید CF ما برابر 1 بشه. بنابراین برای اینکه این شرایط محقق بشه ZF یا CF من باید برابر 1 بشه. بنابراین اگه با همچین دستوراتی مواجه شدیم ما باید درک بکنیم که حالت A تو چه شرایطی از فلک ها محقق میشه. ولی ما یه سری دستورات پرش شرطی هم داریم مثل GC که اینا مستقیما با فلک ها کار میکنه. یعنی توی این دستور ما گفتیم بپر اگه مقدار کری فلک ما برابر 1 بود، یا اینجا گفتیم GNC بپر اگر مقدار کری فلک ما 0 بود یعنی مقداری نبود. بنابراین توی این دستورات هم فقط با فلک ها کار داریم. فلک اگه برابر 1 شد عمل پرش مثلا اینجا انجام میشه، اینجا هم اگه مقدار فلک 0 بود عمل پرش انجام میگیره. نکته بعدی هستش که ما یه سری دستورات پرش شرطی هم داریم که اومدن از یه سری رجیستر استفاده کردن.
رجیسترهایی هم که استفاده کردن CAX و ECX و RCX هستش. نکته‌ای که وجود داره همونطور که توی جلسات قبلی بهش اشاره کردیم، از این رجیسترها برای کانتر استفاده می‌کنیم. یعنی این C هم که اینجا مشاهده می‌کنید به مفهوم کانتر هستش. کانتر هم گفتیم دیگه، برای اینکه یک عملی رو مثلا 10 بار انجام بدیم باید این تعداد رو یک جایی ذخیره بکنیم. برای این منظور میایم از رجیستر CAX یا RCX و ECX استفاده می‌کنیم. حالا بستگی به اون سایز داره. این دستورات پرش شرطی اگه مقدار این رجیستر برابر 0 باشه عمل پرش رو انجام میده. یعنی مثلا فرض کنید که ما یک کانتر رو داریم، از 10 شروع کردیم رسیدیم به 0. الان توی این 0 میاد این رو بررسی میکنه و عمل پرش رو انجام میده. ولی اگه مقدارش 1 باشه دیگه اینجا عمل پرش رو انجام نمیده. نکته بعدی که توی این جدول باید در نظر بگیریم این هستش ما یک مقدار JA رو داریم مثلا و یک مقدار JNA رو داریم. یعنی یه دونه بپر مثلا اگه بیشتر بود، یه دونه بپر اگر بیشتر نبود. دلیلش هم این هستش که از طریق این دوتا حالت ما میتونیم برنامه نویسیمون رو راحت‌تر و بهینه‌تر بکنیم. برای مثال فرض کنید که شما میخواین یک برنامه‌ای رو بنویسید، این یک دیتایی رو از اینترنت میگیره و برای ما پارس میکنه. توی حالتی شما کاری که انجام میدین این هستش که یک دیتایی رو از اینترنت که گرفتین میایین سایز این رو با 0 بررسی میکنید. اگه مقدارش برابر 0 بود بنابراین یک خطایی رو به کاربر نشون میدید. مثلا میگید که دیتا گرفته نشد. توی چنین حالتی ما میایم از دستوراتی مثل JA مثلا استفاده میکنیم. ولی توی حالت دیگه شما این دیتا رو میگیرید و بعد از اینکه دیتا رو گرفتید یک شرطی رو اونجا تعریف میکنید. میگید که اگه دیتای من سایزش برابر 0 نبود برو مثلا این دستورات رو اجرا بکن. مثلا برای من این مقادیر رو پارس بکن. توی چنین شرایطی شما در حقیقت میایم حالت نقیض 0 استفاده میکنید که توی این شرایط میایم از حالت JN مثلا A استفاده میکنید. پس این نکته رو هم در نظر بگیرید. نکته بعدی باید در خصوص این جدول در نظر بگیریم، اگه به برخی از دستورات پرش شرطی دقت بکنید تقریبا یک کار رو انجام میده. مثلا اینجا کاری که JE انجام میده با کاری که JZ انجام میده یکی هستش. توی JE هم زیرو فلگ ما اگه برابر 1 باشه عمل پرش انجام میگیره. توی JZ هم اگه باز زیرو فلگ ما برابر 1 بشه باز عمل پرش رو داریم. خب اگه دستور CMP رو در نظر بگیریم دو تا مقدار زمانی با هم برابر هستن که تفریق اینا برابر 0 بشه. اگر هم که 0 بشه گفتیم زیرو فلگ ما برابر 1 میشه. بنابراین توی این دستور و توی این دستور JZ هر دوتا یک کار انجام میدن. اگه زیرو فلگ ما 1 باشه عمل پرش رو انجام میده. بنابراین یه جورایی فرق نمیکنه که ما از JZ استفاده بکنیم یا از JE. اینو از این جهت میگم که شما ممکن توی ابزارهای مختلف این دستورات رو به شکل‌های مختلفی ببینید. یعنی یک برنامه رو داخل یک ابزاری با JE ببینید، همون برنامه رو داخل یک ابزار دیگه‌ای با JZ ببینید که این قضیه رو توی مثال‌هامون با هم بررسی می‌کنیم. ادامه بررسی این دستورات به عهده خودتون، دیگه چیزی ندارم دیگه. مثلا JO بپر اگر فلگ اوورفلو برابر 1 بود. بقیه اینا رو خودتون بررسی بکنید. بریم چند تا مثال رو هم داخل ابزارهامون بررسی بکنیم. اول میریم سراغ ویژوال استودیو و نسخه 32 بیتی. توی این مثال هایی که من آوردم اول اومدم مقدار AL رو با 5 پر کردم و اینجا اومدم یک عمل تستی بین 5 و 2 انجام بدم. گفتیم که تست در حقیقت کار اند رو برای من انجام میده. اگه این دستور رو اجرا بکنیم اینجا یه سری از فلگ های ما تغییر پیدا میکنن. مثلا زیرو فلگ من اینجا برابر 1 شد، PE من اینجا برابر 1 شد، بقیه هم که حالا مقدارهای مختلفی داره. اینجا یک دستور پرش شرطی رو داریم. این دستور پرش شرطی به من گفته که بپر اگر زیرو فلگ من برابر 1 بود که اینجا برابر 1. بنابراین عمل پرش انجام میگیره. ولی خب نکته‌ای که وجود داره کجا بپریم؟ گفتیم که اینجا به این لیبل بپر. من اینجا یک لیبل رو تحت عنوان LBL JZ تعریف کردم به این صورت که حالا تو ادامه اینا رو بررسی کنیم. بنابراین من اگه بخوام این دستور اجرا بکنم با توجه به اینکه زیرو فلگ من اینجا برابر 1 هستش عمل پرش از اینجا به اینجا انجام میگیره. دیگه این دستورات اجرا نمیشه. اگه زیرو فلگ من اینجا برابر 0 بود دیگه این عمل پرش انجام نمیگیره. میرفتیم این دستورات موو رو اجرا میکردیم. من این دستور رو اجرا میکنم و اینجا یک پرشی رو به این لیبل دارم. توی این دستورات من اومدم مقدار 20 رو ریختم داخل AL و اومدم توی این دستور اینا رو CMP کردم. یعنی مقدار 20 رو با 10 CMP کردم.
چون مقدار 20 از 10 بزرگتر هستش، بنابراین زیرو فلگ من اینجا باید برابر 0 بشه، کری فلگ منم باید اینجا برابر 0 بشه. من این دستور رو اجرا میکنم. همونطور که مشاهده میکنید زد آر سی وای اینجا برابر 0 شد. باز اینجا یک دستور پرش شرطی داریم. دستور پرش شرطی من میگه که بپر اگر مقدار زیرو فلگ من برابر 0 بود. خب همونطور که مشاهده میکنید اینجا زیرو فلگ من برابر 0. یعنی نتیجه این دستور CMP که اینجا داشتیم برابر 0 نشد. یعنی این دوتا مقدار با هم برابر نیستن. یعنی 20 با 10 برابر نیستش. بنابراین این دستور قرار اجرا بشه و من رو ببره به این لیبل. اگه این دستور اجرا بکنم یک عمل پرشی رو به اینجا دارم. توی این دستور من اومدم مقدار آیل رو با 12 پر کردم و اینجا دوباره یک CMP رو بین 12 و 5 انجام دادم. اگه 12 رو با 5 مقایسه بکنیم، چون 12 بزرگتر از 5 هستش، مقدار زیرو فلگ من باز برابر 0 میشه و مقدار کری فلگ من هم برابر 0 میشه. چیزی که اینجا مشاهده میکنیم. باز اینجا یک دستور پرش شرطی رو داریم. دستور پرش شرطی من میگه که بپر اگر مقدار بزرگتر بود. خب با توجه به اینکه نتیجه دستور CMP بین 12 و 5 بزرگتر رو نشون میده، یعنی زیرو فلگ منم 0، سیوای منم 0، بنابراین این پرش انجام میگیره. خب این پرش قراره کجا بپره؟ قراره به این لیبل بپره، چیزی که اینجا من تعریف کردم. بنابراین من اگه این دستور اجرا بکنم یک پرشی رو به اینجا داریم و باز این دستورات موو اینجا اجرا نمیشه. این دستوری هم که داریم دستور آخر است دیگه. من اگه این دستورم اجرا بکنم میریم به این دستور ریتر. این از بررسی دستورات پرش شرطی توی نسخه 32 بیتی و داخل ویژوال استودیو و از دید برنامه نویسی اسمبلی. بریم همین موارد رو توی نسخه 64 بیتی و توی دیباگر X64 DBG با هم بررسی بکنیم. توی این دستور اول من اومدم AL رو با 5 پر کردم و توی این دستور اومدم 5 رو با 2 تست کردم. اگه این دستور اجرا بکنی نتیجه اینا میشه 0 و اینجا زیرو فلگ من اینجا برابر 1 میشه. قبل از اینکه این دستور پرش شرطی رو با هم بررسی بکنیم چند تا نکته رو اینجا بهش اشاره میکنم. نکته اول این هستش که دیگه اینجا اون برچسبا رو نداریم. در حقیقت اینجا یک پرشی رو مشخص کردیم به یک آدرس. آدرس ما هم که باز به این صورت هستش. این یه نکته. نکته بعد این هستش که من اگه سورس کدهای مربوط به نسخه 64 بیتی رو باز بکنم، همطور که اینجا مشاهده میکنید توی کدها من 5 رو ریختم داخل رجیستر آیل، اومدم اینا رو تستشون کردم و اینجا اومدم از دستور GZ استفاده کردم. ولی خب چیزی که اینجا مشاهده میکنید GZ نیستش، اینجا GE رو مشاهده میکنید. این در حقیقت همون نکته‌ای هستش که توی اسلاید بهش اشاره کردیم. گفتیم دیگه چون GE و GZ یک کار رو انجام میدن، یعنی عمل پرش رو زمانی انجام میدن که زیرو فلگ من اینجا برابر 1 باشه. بنابراین ممکنه توی یک ابزار GE رو ببینیم، ممکنه توی یک ابزار دیگه از GZ استفاده بکنیم. اینم از این نکته. نکته بعد این هستش اگه این دستورات پرش شرطی رو انتخاب بکنیم، اینجا یک گزینه‌ای رو داریم که برای ما مشخص میکنه که آیا این دستور پرش قراره بپره یا نه. که اگه jump is taken باشه یعنی عمل پرش رو انجام میده، ولی اگه jump is not taken باشه یعنی عمل پرش رو انجام نمیده. بنابراین اگه به این دستورات پرش شرطی رسیدید، اگه نمیدونید که این دستور قراره بپره یا نه، میتونید از این قسمت هم استفاده بکنید. توی این دستور پرش شرطی که جی هستش گفتیم که این دستور تحت تاثیر فلگ زیرو فلگ هستش. یعنی اگه این مقدارش 1 باشه عمل پرش رو به این آدرس انجام میده. خب پس من اگه این رو صفرش بکنم، اینجا همطور که مشاهده میکنید jump is not taken میشه و دیگه اینجا این عمل پرش رو انجام نمیده. این به رنگ سیاه در میاد. یعنی من اگه الان این دستورات رو اجرا بکنم، این دستور موو ها اجرا میشه. من این رو برمیگردم به حالت اولش. الان اینجا میخواد یک پرشی رو از اینجا به اینجا انجام بده. من دستور رو اجرا میکنم و چیزی که مشاهده میکنید عمل پرش رو برای ما انجام بده. توی این دستور من اومدم آیل رو با 20 پر کردم. توی این دستور من اومدم مقدار 20 رو که داخل آیل هستش با 10 مقایسه کردم. که اگه این دستور اجرا بکنیم با توجه به اینکه 20 بزرگتر از 10 هستش،
0 فلگ من برابر 0 میشه، کری فلگ منم باید برابر 0 بشه. خب چیزی که اینجا مشاهده میکنیم، باز اینجا میرسیم به یک دستور پرش شرطی. دستور پرش شرطی ما میگه که بپر اگر اینا با هم برابر نبودن. نکته‌ای که باز اینجا وجود داره این هستش که اگه سورس کدها رو بررسی بکنیم، اینجا من از دستور GNZ استفاده کردم، ولی خب چیزی که اینجا مشاهده میکنیم GNE هستش. نکته بعدی این هستش که گفتیم GNE عمل پرش رو انجام میده اگه دوتا مقدار با هم برابر نباشن. که دوتا مقدار برابر نیستن زمانی که 0 فلگ من برابر 0 باشه. بنابراین این عمل پرش اینجا انجام میده. همین رو ما میتونیم از این فلش هم متوجه بشیم که به رنگ قرمز هستش. اینجا هم برای من مشخص کرده که جامپ ایز تیکن. باز اینجا اگه من بخوام عمل پرش انجام نگیره میتونم 0 فلگ رو اینجا برابر 1 بکنم. در این صورت جامپ ایز نات تیکن میشه و این فلشی هم که اینجا مشاهده میکنید دیگه به رنگ قرمز نیستش. یعنی این دستورا پشت سر هم اجرا میشه. من این 0 فلگ رو برمیگردونم، دستور رو اجرا میکنم تا برسیم به این دستور. اینجا باز اومدم آل رو با 12 پر کردم و اینجا دوباره یک مقایسه ای انجام دادم. توی این دستور مقایسه ای من اومدم 12 رو با 5 مقایسه کردم. باز اینجا چون 12 بزرگتر از 5 هستش 0 فلگ من برابر 0 میشه، کری فلگ من هم اینجا باز برابر 0 میشه. این دستور رو اجرا میکنم. چیزی که اینجا مشاهده میکنم، اینجا باز میرسم به یک دستور پرش شرطی. دستور پرش شرطی من JG هستش، یعنی عمل پرش رو انجام بده اگه مقدار بزرگتر بود. این دستوری هم که اینجا انجام دادیم برای من مشخص میکنه که AL بزرگتر از 5 هستش. بنابراین این دستور پرش باید انجام بگیره. اینجا هم مشخص شده، اینجا هم به رنگ قرمز هستش. از روی فلگ ها هم که متوجه میشیم دیگه 0 فلگ برابر 0 هستش، یعنی این دوتا مقدار با هم برابر نیستن. کری فلگ هم برابر 0 هستش، یعنی مقدار اول کوچکتر از مقدار دوم نیستش. بنابراین این عمل پرش انجام میده. نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش اگه بخوام این عمل پرش انجام نگیره، اگه کری فلگ رو برابر 1 بکنم دوباره این عمل پرش انجام میده. ولی اگه این رو برگردونم و 0 فلگ رو 1 بکنم، چون 0 فلگ 1 شده یعنی این دوتا مقدار مساویه. وقتی هم که مساویه دیگه اون بزرگتره خنثی میشه. بنابراین این عمل پرش اینجا دیگه انجام نمیگیره. من دوباره 0 فلگ رو برمیگردونم به حالت 0. پس اگه این دستور رو هم اجرا بکنیم عمل پرش انجام میگیره و میرسیم به این قسمت. من یکمی برم بالاتر، روی این دستور یه بریک پوینت میذارم و برنامه‌ام رو دوباره ریستارتش میکنم. اجرا میکنم تا برسم به اون بریک پوینته. اینجا این GNP رو دوباره میکنم NOP. همطور که مشاهده کردیم ما برای اینکه دستور GNP رو خنثی بکنیم اون رو تبدیل کردیم به دستورات NOP. در حقیقت دستور GNP چون یک شرط رو بررسی نمیکنه فقط یک کار رو انجام میده، عمل پرش رو برای ما انجام میده. بنابراین اگه این رو NOPش بکنیم ما میتونیم این دستور رو خنثی بکنیم. چطور میتونیم همین کار رو برای دستورات پرش شرطی هم انجام بدیم؟ یعنی یک کاری بکنیم که اثر دستورات پرش شرطی رو خنثی بکنیم. با توجه به اینکه دستورات پرش شرطی بر اساس شرایط عمل پرش رو انجام میدن، یعنی ممکنه که عمل پرش رو انجام بدن یا عمل پرش رو انجام ندن. بنابراین اینجا باید به این نکته دقت بکنیم که آیا میخوایم این عمل پرش انجام بگیره یا عمل پرش انجام نگیره. اولا اینکه این عمل پرش رو ما میتونیم از طریق فلگ ها تغییر بدیم. یعنی مثلا من اینجا اگه 0 فلگ رو 0 بکنم دیگه این عمل پرش انجام نمیگیره. ولی خب نکته‌ای که وجود داره این کار فقط توی آنالیز به کارمون میاد. یعنی اگه بخوام یک برنامه رو به صورت کلی تغییر بدیم باید کدهای اون رو تغییر بدیم. دیگه دسترسی به اون فلگ ها نداره. بنابراین اگه به صورت کلی بخوایم که دستور پرش شرطی همیشه عمل پرش رو انجام بده، یعنی مثلا فرض کنید که ما اینجا یک لایسنس رو وارد کردیم، اینجا مقایسه شده و اگه این پرش انجام بگیره برنامه در حقیقت کرک میشه. ما میخوایم که این پرش همیشه اتفاق بیفته. بنابراین تنها کاری که اینجا میتونیم انجام بدیم این هستش این دستور JZ رو تبدیل کنیم به GNP. یعنی این دستور بدون هیچ قید و شرطی عمل پرش رو انجام میده.
یعنی دیگه با این کار دیگه اینجا مهم نیست که این دستور چه کاری رو انجام میده، فلگ های ما چی هستن. به اینجا که رسید دیگه مستقیما عمل پرش رو انجام میده. توی شرایط دیگه هم ما نمیخوایم که اصلا این عمل پرش اتفاق میفته. مثلا فرض کنید که اینجا جایی هستش که برنامه میره تریال شدن رو بررسی میکنه. مثلا میخواد بررسی بکنه که اون 30 روز 20 روز اتفاق افتاده یا نه. ما نمیخوایم که این عمل پرش اتفاق بیفته. بنابراین اگه بخوایم این رو هم خنثی بکنیم فقط کافیه که این رو تبدیل بکنیم به NOP. اگه این کار بکنیم دیگه این عمل پرش هیچ وقت اتفاق نمیفته. این هم از این نکته. بنابراین این دستورات پرش توی جاهای مختلف میتونن کارهای مختلفی رو برای ما انجام بدن. نکته بعد این هستش که همونطور که توی جلسات قبلی اشاره کردیم این دستورات اسمبلی 2 تا وجه رو دارن. یه وجهش این هستش که ما میایم از اینا به صورت مستقیم استفاده میکنیم، یعنی چیزی که اینجا مشاهده کردیم. یه وجه دیگه هم این هستش که ما میایم از یه سری دستورات پیچیده تر استفاده میکنیم که این دستورات پیچیده به یه سری دستورات ساده اسمبلی شکسته میشه. برای مثال اگه این برنامه رو در نظر بگیرید، کاری که من اینجا انجام دادم این هستش که اومدم یک حلقه فوری تعریف کردم که اعداد بین 0 تا 5 رو برای من چاپ میکنه. من اگه برنامه رو اجرا بکنم، خروجی برنامه به این صورت هستش: i 0 1 2 3 4 تا 5. چیزی که اینجا مشاهده میکنید این رشته من هستش و اینجا جایی هستش که i مقادیر مختلف رو میگیره. در حقیقت به این قسمت میگیم مبدأ، به این قسمت میگیم شرط، به این قسمت هم میگیم کانتر یا قدم. کاری هم که این دستور فور انجام میده به این صورت هستش که i رو مساوی 0 میکنه، میاد شرط رو بررسی میکنه، i کوچکتر از 5 هستش، بنابراین این دستور رو اجرا میکنه. بعد دوباره میاد اینجا i رو 1 واحد اضافه میکنه، دوباره شرط رو بررسی میکنه و ادامه کنه. بریم این برنامه رو داخل x64dbg هم بررسی بکنیم. برای این منظور من یک بیلدی توی نسخه 32 بیتی گرفتم و اون رو داخل دیباگرم باز کردم. نکته اولی که وجود داره، ما باید بریم اون قسمت که میخوایم دستور فور رو بررسی بکنیم. برای این منظور با توجه به اینکه این برنامه فقط یه تابع مین داره و همه چی داخل این تابع اتفاق میفته، پس بنابراین من توی قدم اول باید این تابع مین رو پیدا بکنم. برای این منظور داخل دیباگر میریم قسمت سیمبل ها، این قسمت رو انتخاب میکنیم و اینجا تابع مینمون رو انتخاب میکنیم. من روش 2 بار کلیک میکنم. در حقیقت اینجا جایی هستش که تابع مین من شروع میشه. یه بریک پوینت میذارم، برنامه رو اجرا میکنم تا برسم به این بریک پوینت. خب اینجا یه سری کد داریم که اینا در حقیقت دارن با پشت کار میکنن، با اینا ما کاری نداریم. در حقیقت اینجا جایی هستش که فور ما میخواد از اینجا شروع بشه. توی این دستور مقدار 0 رو میریزه این قسمت. در حقیقت اینجا پشته ما هستش و این 0 که اینجا میریزه اگه به اینجا دقت بکنید وارد پشته ما میشه. فعلا پشته رو نخوندیم، جلسه بعد در مورد این مفصل صحبت میکنیم. به صورت کلی کاری که این دستور انجام داد این بود که i رو مساوی 0 کرد، یعنی دستوری که اینجا برای فور تعیین کرد. اینجا i رو مساوی 0 کرد. اینجا هم توی x64dbg اومدیم 0 رو ریختیم داخل این قسمت، i مساوی 0 شد. توی دستور بعدی ما یک پرش غیر شرطی رو به این آدرس داریم. دستور رو اجرا میکنم. توی این دستور مقدار 5 رو با مقداری که اینجا قرار داره مقایسه میکنه. چیزی که اینجا ذخیره شده الان 0 هستش. در حقیقت میاد 0 رو با 5 مقایسه میکنه. این دستور در حقیقت معادل این هستش. الان آی ما 0 هستش، آی رو بررسی میکنه که آیا کوچکتر مساوی 5 هستش یا نه. پس بنابراین من اگه این دستور اجرا بکنم با توجه به اینکه عملوند اول من از عملوند دوم من کوچکتر هستش، زیرو فلگ من برابر 0 میشه، کری فلگ من هم برابر 1 میشه. توی این دستور یک دستور پرش شرطی داریم که بررسی میکنه که آیا مقدار بزرگتر بود یا نه. با توجه به اینکه مقدار ما بزرگتر نبود، بر اساس این فلک ها این دستور عمل پرش رو انجام نمیده، یعنی ما از اینجا به اینجا پرشی رو انجام نمیدیم. اینجا هم مشخص شده. بنابراین وارد این قسمت از کد میشه. اینجا اومده مقدار 0 رو داخل رجیستر ECX ریخته. این قسمت اومده ECX رو داخل پشته ریخته. فعلا با این دستورات کار نکردیم.
توی این دستور هم اومده رشته IS رو ریخته داخل پشته. اینجا اومده printf رو برای من فراخوانی کرد که اگه من این دستور اجرا بکنم باید اینجا I مساوی 0 رو ببینم. یعنی اولین رشته من IS مساوی 0 برای من چاپ میشه. توی ادامه یک دستور add رو داریم. فعلا با این کار نداریم. اینا دستوراتی هستن که مربوط به پشته هستن. توی یک دستور بعدی یک عمل پرش رو به عقب رو داریم. دوباره برمیگردیم به قسمت قبل. توی این دستور میاد مقداری که داخل این قسمت هستش که اینجا برابر 0 هستش رو میریزه داخل رجیستر EAX. توی دستور بعدی هم میاد مقدار EAX که الان 0 بود رو یک واحد اضافه میکنه. در حقیقت این دستور معادل دستور I++ توی این قسمت هستش. اینجا هم میاد یک واحد به مقدار ما اضافه میکنه. الان مقداری که من دارم برابر 1 هستش. تقریبا دوباره همون کاری که قبلا انجام میداد رو اینجا هم انجام میده. یعنی مقدار 1 رو میریزه داخل پشته، بعد میاد 1 رو با 5 مقایسه میکنه. چون 1 از 5 بزرگتر نیستش عمل پرش اتفاق نمیافته و ما وارد دستورات پرینتف میشه. اگه الان بررسی بکنیم باید این مقدار 1 رو هم اینجا مشاهده بکنیم. من یه اینجا بریک پوینت میذارم. بعد برنامه‌ام رو اجرا میکنم. خب الان آی من 1 هستش، یک واحد بهش اضافه میشه 2. اینجا آی ایز 2 رو مشاهده میکنیم. دوباره من این دستور رو اجرا میکنم. الان اینجا EAX من برابر 5 هستش. بهش یک واحد اضافه میشه و میشه 6. یعنی تا الان برنامه من تکمیل شده. 0 تا 5 رو برای من چاپ کرد. خب در حقیقت این آخرین موردی هستش که توی حلقه فور داره اتفاق میفته. خب اینجا میاد 6 رو دوباره میریزه داخل پشته، بعد میاد 6 رو با 5 مقایسه میکنه. الان اینجا 6 بزرگتر از 5 هستش، بنابراین این عمل پرش اینجا اتفاق میفته. دیگه ما اینجا وارد قسمت پرینت نمیشیم و در ادامه برنامه ادامه پیدا میکنه تا اینکه خاتمه پیدا کنه. بنابراین نکته‌ای که توی این مثال وجود داشت این بود که دستورات پرش شرطی و غیر شرطی هم توی جاهای مختلف استفاده میشه. ما یه دونه اونجا فور تعریف کردیم، ولی اینجا همونطور که مشاهده کردیم چندین تا دستور پرش شرطی و غیر شرطی رو دیدیم. خب برگردیم سراغ اسلایدامون. توی این جلسه در خصوص دستورات پرشی با هم صحبت کردیم. اگه این دستورات رو داخل این نمودارمون بررسی بکنیم، این جلسه یه GNZ رو داشتیم که 2% از دستورات اسمبلی یک برنامه رو تشکیل میده. GZ رو داشتیم که باز این هم 2% از کدهای اسمبلی یک برنامه رو تشکیل میده. علاوه بر اینها دستور GMP هم داشتیم که این هم 2% از کدهای اسمبلی یک برنامه رو تشکیل میداد. و در نهایت آخرین دستوری هم که بررسی کردیم دستور JG بود که 1% از کل کدهای اسمبلی یک برنامه رو تشکیل میده. پس به صورت کلی اگه همه جلسات رو تا الان طی کرده باشید، یک برنامه رو به شما بدن، شما 69% از کدهای اسمبلی اون رو متوجه میشید. یعنی متوجه میشید که مثلا دستور move چه کاری رو انجام میده، XOR چه کاری رو انجام میده و بقیه موارد. این جلسه رو اینجا تمومش میکنیم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. تا جلسه بعدی و ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.